نمایشگاه کابل محلی برای گردهمایی تولید کنندگان، بازرگانان و فعالان اقتصادی از سراسر افغانستان است. این رویداد سالانه با هدف معرفی توانمندی‌های داخلی و تقویت اقتصاد ملی برگزار می شود. در غرفه‌های متعدد نمایشگاه، محصولات متنوعی از جمله صنایع دستی، مواد غذایی، تکنولوژی، پوشاک و خدمات تخصصی عرضه شده‌اند. هر غرفه نمایانگر بخشی از تلاش و فعالیت اقتصادی در سطح کشور است. این نمایشگاه تنها فضای برای عرضه محصول نیست، بلکه فرصتی برای گفتگو، ایجاد ارتباط‌های کاری، تبادل تجربه و سنجش نیازهای بازار است. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالنصیر رشتی هستم، رئیس اجرایی اتحادیه ذوبان افغانستان. قسم شما می‌بینین ما 42 فابریکه در سراسر افغانستان داریم که در این سکتور در حدود 500 میلیون دلار سرمایه گذاری شده و عملا 20,000 جوان از این مملکت با ما مصروف کار هستند. ما در فابریکات فولاد افغانستان سیخ گل، گادر، انگلارن، پیایرن، چینل داریم تولید میکنیم و تولیدات ما مطابق به معیارات و استانداردهای دنیا می باشه که ASTM 615 است. الحمدلله امروز افغانستان در تولید انواع و اقسام فلزات به خودکفایی رسیده. در صورتی که امکانات صادرات هم وجود داشته باشه ما میتونیم که به کشورهای بیرون از افغانستان هم صادرات داشته باشیم، چون قبلا ما سالانه در حدود 1 میلیارد دلار واردات داشتیم، اما خوشبختانه بعد از حمایت های جدی حکومت ما قادر به شدیم که در این سکتور به خودکفایی برسیم و حتی بتونیم به بیرون از کشور هم صادرات داشته باشیم. حشمت الله محمدی هستم، مدیر بخش گدام‌های یسرب بطری. محصول ما بطری‌های یسرب بطری است، بسیار با کیفیت بالا از بطری‌های ایرانی و پاکستانی کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. اسمم عبدالباسط است، نماینده شرکت امرویت لیمیتد. امرویت لیمیتد تجربه 5 سال کاری را دارد که در خدمات زراعتی، حیوانی و مرغداری، واکسینا، پمپ ها، هر چیز به خاطر هموطنان خود اجرا میکنه و مالای ما از چین و دیگر کشورها وارد میکنیم با کیفیت خوب و به هموطنان خود. سلام، پرویز هستم، مسئول شرکت طلوگرما. مسئول ما کسب آبگرمخانه‌های آفتابی است و به خاطر بود اقتصادی از بسیار مهم است. ما شما میتونیم 24 ساعت از این محصول استفاده بکنیم. در مقابل آفتاب اینا مانده میشه و به مدت 4 ساعت آب گرم میکنه. دیگه این محصول افتخار خود ماست که در کشور عزیز خود ما تولید میشه، در ولایت هرات، و ما اولین شرکتی هستیم که این محصول در افغانستان تولید کردیم. ما چند نوع سیت‌های مختلف داریم با رنگ‌های مختلف هستک. فیروزه است، انگشتر مردانه، عقیق است، دیگه نقره است. این ساخت دست خود ماست. ساخت دست خود ماست و دزبند است، سنگاست، تسبیح است، فیروزه است، عقیق سفید است. دیگه می کلش کس دست خود ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. به کمپانی های سنپی خوش آمدین. یکی از کمپانی های معتبر و سابقه دار و با تجربه که در عرصه استانداردسازی و ارائه خدمات با کیفیت در خدمت همشهریان کشور خود بوده و همچنان ما مصمم هستیم که ارتقای ظرفیت خود برای پروژه 10 ساله و پروژه انکشافی زون غرب کابل و شمال کابل ارتقا بخشیده و همچنان در قسمت کیفیت و کمیت از این متحد است.
الله الرحمن الرحیم. تمیم انصار، یکی از انجینران وزارت معدن و فعلا نماینده وزارت معدن در غرفه نمایشگاه هفته صنعت در مرکز نمایشگاه افغانستان در خدمت شما. ما اینجا در غرفه وزارت معدن معمولا نمونه‌های طبیعی و جیولوژیکی را به مردم معلومات ارائه میکنیم. از نقشه ورشان معلومات شروع میکنیم، از دانه نمونه را ورشان معرفی میکنیم. ما اینجا چی داریم؟ در حقیقت این نمونه‌ای که ما اینجا آوردیم این جزء نمونه‌های موزیم وزارت معدن است. نظر به محدود بودن امکانات ما 28 یا 24 نمونه پندالی در حال حاضر به نمایش گذاشتیم و در هر مورد برای متقاضی‌ها معلومات ارائه میکنیم. در قدم اول ما به شما از اراگونایت یا رخام ولسوالی ریگستان قندهار شروع میکنیم. یک اراگونایت بسیار نادر، قابل توجه و آماده سرمایه گذاری. این منرال نمک است. در حقیقت شباهت زیاد به کرومایت به رخام قندهار داره، ولی در حقیقت نمک است. این هم آماده قرارداد است برای کسایی که علاقمند به قرارداد و سرمایه گذاری است. منرال بعدی ما آهن است. آهن طبیعی در معدن به این شکل می باشه، میگنش کرومایت. کرومایت موارد استفادهش بیشتر است، ولی یک جمله فقط در فلزات سنگین در بخش فولادی فعلا کاربرد دارد. در تانک‌های نظامی همه اسباب و وسایل فلزی که شما می‌بینید از استفاده شده. ما نمونه ضعیف از نفرایت داریم. در پولیش ما گچ کریستالی سمنگان داریم که بهترین گچ است در حال حاضر. ماده سرمایه گذاری است. در پولیش ما لیپیدولیت یا یک نوع از لیتیم داریم. در پولیش ما منرال دیگری که به نمایش گذاشتیم سیلیستین است. سیلیستین ولسوالی 14 قندوز است. اینی هم یک نوع دیگری از لیتیم است و این هم منرال لاجورد است که لاجورد از خود صورت‌های مختلف داره. ما یک نوعش فعلا به نمایش گذاشتیم. برای اینی هم سرب بیبی گوهر ولایت قندهار است. اینی هم نمونه نادر است که فقط در افغانستان پیدا میشه. این میگن افغانایت یا افغانیت. این شباهت زیاد به لاجورد داره، ولی از نگاه ترکیب فرمول از هم دیگه متفاوت است. منرال بعدی که به نام منرال لعل و پیازی یا به اصطلاح جیولوژیکی میگن امیتست، سنگ عاشق و معشوق. اینی هم منرال سرب الجست ماست از ولایت بامیان. اینی هم منرال زنک ماست که خیلی کاربرد متنوع داره. در حال حاضر ما میتونیم تمام ادویه فولیک اسید وقتی طبقه اوناز به کمبود خون مواجه میشه میگه از تابلت فولیک اسید استفاده کن. در ترکیب از تقریبا از 50% بالاتر از این منرال استفاده شد. یک موردش. این هم منرال کیانیت ولایت کابل است. این هم فلورایت ولایت قندهار است. فلورایت کاربرد چه ما شما میفهمیم. یک اشاره میتیم در کریم دندان، در ترکیب ادویه از استفاده میشه. کاربردش زیاد است ولی ما فقط به خاطر محدودیت زمان سال. این هم نفرایت ولایت کابل است. او هم نفرایت بود و هی هم نفرایت ولایت کابل. از نگاه کیفیت این دو با هم تفاوت دارند. این باز برمیگرده به مسئله مسلک. این هم کلسیت ولایت ارزگان که در حال حاضر خیلی قابل توجه است. میشه یک چیزی است که قابل سرمایه گذاری هست، یعنی ارزش سرمایه گذاری داره. اینی هم سرب ولایت بادغیس ولسوالی یا کمری است. اینی هم امو که میگه کان لالندی، اینمی لال یا اسپینال است، به انگلیسی میگن اسپینال. این از ولایت پنجشیر زیباست. ما لال بدخشان هم داریم و این از پنجشیر است فعلا. اینی هم که مشابهت زیاد به امیتست داره در حقیقت فلورایت است. این هم مربوط ولایت زیبا ما شما مربوط قندهار. اینی هم چالکوپایرایت که ولایتش ارزگان است. اینه میگن طلای مصنوی. اینی هم گرچه ما نمونه‌ای با کیفیت تر از ایره داریم، چون نظر به بعض محدودیت ها و نظر به بعض مشکلات ها نتونستیم نمونه با کیفیت بیاریم در اینجا،
چون موضوع ازدحام زیاد است، این مردم و شما زیر دست و شور است، احتمال سرقت شگفا است و مسئولیت سر ما آمدن است. از خاطر این نمونه اکوامرین بدخشان است. این نمونه است که من اینجا به شما معرفی کردم در خدمت شما. ما فقط مسئول معلومات از نماینده وزارت معدن در خدمت مردم هستیم. بسیاری از بازدید کنندگان شامل تاجران، نهادهای دولتی، جوانان مبتکر و سرمایه گذاران از این فرصت برای شناخت بازار داخلی و ارزیابی مسیرهای رشد استفاده می کنند. برگزاری چنین رویدادهای در شرایط فعلی نشان می دهد که با وجود چالش‌ها، حرکت به سوی خودکفایی و توسعه اقتصادی در جریان است. حضور گسترده مردم و علاقه‌مندی بازدید کنندگان نشان دهنده نیاز جامعه به تولید داخلی و حمایت از آن است.